بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام خدا و فرشته هاش و همه ذرات عالم به وجود نازنینی که در سلام کردن گوی سبقت رو از همگان میرو بود، حتی از کودکان. سلام خدا بر وجود نازنینی که رحمتاً للعالمین هست، حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی، و سلام و درود به همه شما مسلمانان معزز. هم نفسای دوست داشتنی برنامه یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. ممنونم که اینجا هستین. ان شاء الله و به یاری خدا میخوایم از این برنامه در چند نوبت بپردازیم به اون چیزی که پیامبر مهربونمون براش مبعوث شدن، یعنی اخلاق، و این بار از دریچه یک کتاب شریف و گرانسنگ و به شدت خواندنی و ماندگار به نام سنن النبی که اثر ماندگار یک فیلسوف جلیل القدر و مفسر بزرگ قرآن کریم، یعنی حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هست. میخوایم این کتاب رو تورقی بکنیم و فضای برنامه رو متبرک بکنیم به آداب و رسوم و روش زندگی نبی مکرم اسلام، متخصص و بلد راهمون هم در این مسیر حجت الاسلام و المسلمین اکبریان عزیز و نازنین هستند که قدم به چشم من گذاشتن. با اجازه شما باشون سلام و احوال پرسی کنم. آقا سلام، خیر مقدم. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. انشاءالله مباحثی که مطرح میشه برای هممون و همه بینندگان عزیزی که برنامه رو میبینن باعث هدایت و انشاءالله عاقبت به خیری باشه. انشاءالله که به دعای شما همینطور هم باشه. خیلی خوشحالم شما رو زیارت میکنم. سلامت. چقدر خوبه که کارشناس برنامه‌مون که میخوان درباره پیامبر صحبت بکنن، در واقع درباره این کتابی که درباره پیامبر نوشته شده، هم خوش صورتن، هم خوش سیرتن، هم خوش صدان. الحمدلله. محبت شما. محبت دارین، لطف دارین. ممنون که آقای کردین، تشریف آوردین. انجام وظیفه است. موافقین قبل از اینکه بپردازیم بریم ورود بکنیم به این کتاب و متن این 21 بابی که در کتاب شریف سنن النبی آمده، یه قدری راجع به نویسنده کتاب اول ما از شما بشنویم، وزانت علمیشون، شأن و جایگاه و مرتبه معرفتیشون، که مردم و همچنین حقیر بدونیم ما از چه کسی قرار هست درباره پیامبر بشنویم. بعد بریم سراغ متن کتاب. اگه موافق باشید. ان شاء الله. همونطور که فرمودید مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه صاحب این کتاب شریف هستن. ایشون خودشون همونطور که بیان شد هم مفسرن، هم استاد بسیاری از بزرگان ما هستن و نویسنده کتاب و اون کسی که کتاب به نام ایشون ثبت شده کسی هست که خودش دارای شأن علمی بسیار زیاد، شأن اخلاقی بسیار زیاد و خودشون متصف به این اوصاف نبوی هستن و لذا هر کتابی که ما به دستمون میرسه اولا نویسندش قطعا در بهره برداری از اون کتاب برای ما اهمیت داره دیگه. بله. سنن النبی خودش دارای بسیار مباحث نورانی هست. وقتی مؤلف کتاب هم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه باشه، با اون شأن معنوی و اخلاقی که داشتن، قطعا ما ترغیب میشیم بیشتر مراجعه بکنیم به این کتاب. متاسفانه کمتر پرداخته شده. الحمدلله فتح بابی شده در این برنامه. انشالله اگر توفیقی باشه چند جلسه ای از این کتاب مراجعاتی داشته باشیم و بعضی از فقراتش رو انشالله با هم بحث بکنیم. کتاب سنن النبی همطور که فرمودید این 21 باب و ملحقاتش همه و همه برای ما بیانگر اون حالات نورانی پیغمبر هست. پیغمبری که رحمت للعالمین، پیغمبری که زندگیش سراسر نوره. انشالله از بیان علامه طباطبایی به این کتاب شریف استفاده بکنیم انشالله. اونجوری فرمودید ایشون حضرت علامه متصف به اخلاق نبوی بودن.
مرور میکردم راجع به حالا علما معمولا درجات علمی و معرفتشون خیلی زبان زد هست، ایشون به لحاظ اخلاقی هم خیلی ازشون تعریف میشه، تمجید میشه. یه جایی یکی از شاگردان شناخته شدهشون گفتن که در طول سالهایی که ایشون تدریس می‌کردن هیچ کس صدای بلندی از ایشون نشنید، هیچ وقت داد بزنن سر کسی، عصبانی بشن اینا. خیلی مهربان بودن، خیلی متواضع بودن و درجه معرفتی بالایی هم داشتند و الحمدلله که این کتاب از ایشان برای ما به یادگار مونده و این الان این فرصت دست داد که میتونیم این کتاب رو تورق بکنیم با حضور شما. از هر جایی صلاح میدونین راجع به کتاب اگه میخواین صحبت بکنین یا ورود بکنین از باب اول که شکل ظاهری پیامبر هست و اخلاقش رو اینا، هر تو صلاح میدونین. سلامت. من اگر اجازه بدید از همین نامی که برای این کتاب مشخص شده و علامه تعیین کردن، سنن النبی، یه استفاده‌ای بکنم و این رو عرض بکنم که ما از هر کسی نمیتونیم الگوپذیری داشته باشیم و خیلی ها در طول تاریخ دوست داشتن که الگوسازی بکنن، الان هم همینطور هست، برای ما میخوان الگوسازی بکنن. سنن النبی یعنی سنت های نبوی. این سنت ها اعم از گفتار پیغمبر، رفتار پیغمبر، تقریر پیغمبر، یعنی کسی کاری انجام داده پیغمبر دیده و تایید کرده یا سکوت کرده. سنت پیغمبر و اهل بیت جدای از بقیه است، یعنی ما هر کسی رو نمیتونیم به عنوان الگوی خودمون قرار بدیم. این که در مورد پیغمبر صحبت میکنیم، فرمود ما ینطق عن الهوی، پیغمبر صحبتش با عصمت زندگیش معصومانه است، تمام شؤونات زندگیش با عصمته، ولذا سنت پیغمبر برای ما راهگشاست. خود پیغمبر فرمود در همین کتاب شریف، اولین حدیث رو، این روایت نورانی رو میخوام عرض بکنم، فرمود من احیا سنتی، هر کسی سنتی از سنتهای من رو احیا بکنه، فقط احیانی، انگار که من رو احیا کرده. هر کس در مورد پیغمبر، زندگی پیغمبر بخونه، بگه، بشنوه و بعد فرمود و من احیانی کان معی فی الجنه. حالا چقدر اهمیت داره خوندن این روایات. فرمود هر کس من رو احیا بکنه، ثمرش اینه که کان معی فی الجنه، بهشت میره، با منم میره، هم درجه من در بهشت خواهد بود. سنت پیغمبر و عمل به سنت پیغمبر از این جهت اهمیت داره که ایشون مستحضرید بیشتر عمر شریفشون رو با مردم سپری کردن، پیغمبر مردمی، و فرمود وقتی ایشون در منزل هم بودن نیمی از فرصت شخصی خودشون رو هم باز اختصاص میدادن به مردم. این پیغمبر زندگانی نورانیشون از این جهت هم خیلی برای ما اهمیت داره. ماها چون اجتماعی هستیم و خدا اراده فرموده که ما یه سری چیزا رو تو اجتماع یاد بگیریم، مثلا رشد ما در اجتماع رخ میده. ماها وقتی در کنار دیگران قرار میگیریم، افراد دیگه میان و باهاشون معاشرت داریم، اونجا بعد اون آداب معاشرت و سیره و روش پیغمبر به کارمون میاد. امروز هم که بحث حرکت‌های جمعی و دست جمعی و کلاً این فضای جدید میطلبه که ما در عصر جدید و دورانی که الان درش قرار دادیم بهتر استفاده بکنیم از پیغمبر و بشناسیم، معرفی بکنیم. و به فرموده امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 160 فرمود فتأسی به نبیک الاطیب الاطهر، تأسی بکن ای مسلمون، یاد بگیر، بخون، آشنا شو. همین کتاب سنن النبی رو انشالله بیننده هامون بگیرن، مطالعه بکنن. به فرموده امیرالمؤمنین ما باید تأسی بکنیم، باید از پیغمبر بشنویم و پشت سر پیغمبر حرکت بکنیم تا در بهشت. پیغمبر اون شخصیت با عظمت و نورانی کسیه که میشه بهش تأسی کرد، پشت سر هر کسی نمیشه راه رفت. رفتار پیغمبر رفتاری است که ما رو به خدا نزدیک میکنه. اگر ماها تو ارتباطاتمون با مردم، ببینید ما یه بخش عمده زندگیمون ارتباط دیگه یا با اقربامونه، با خانواده است، حالا پدر، مادر، همسر، فرزند،
یه بخشم بیرون از منزل و دوستان و آشناها و بالاخره افراد مختلفه. بله. تو این دوتا بخش این کتاب حرف برای گفتن داره که ما چجوری میتونیم معاشرت کنیم با خانوادهمون، چجوری باید برخورد کنیم. خیلی از مواردی که ما فکر میکنیم درسته، وقتی که آدم یه مقداری میخونه مطالعه میکنه میبینه اشتباهه تو برخوردامون، تو معاشرتامون. اگر نحوه صحیح معاشرت رو یاد بگیریم، یکی از بخش عمده این کتاب که انشالله فکر میکنم 2-3 جلسه بهش بپردازیم، همین ارتباطاتمون با دیگرانه. حالا تو بخش‌های مختلف با افراد مختلف پیغمبر چجوری برخورد میکرد، چطوری وقتی مواجه میشدن با افراد مختلف. ما همیشه آدمایی که باشون برخورد داریم آدمای یکسانی نیستن. پیغمبر مثلا فرمود که شما وقتی میخواید با دیگران برخورد داشته باشید تو ارتباطاتتون، تو رفت آمدهاتون، ببینید ما یه سری اصول رو اگر از زندگی پیغمبر استخراج بکنیم راحت میشیم. اولین اصلش به نظرم اینه که ما باید تصحیح فکر کنیم. ما برای چی با دیگران ارتباط داریم؟ ارتباط ما با دیگران مبناش چیه؟ بعضیا مبنای ارتباطشون ببخشید منفعته. آقا اگر منفعت در میون باشه رفیقشه، منافعش به خطر بیفته رفاقت میره کنار. اونی که از سیره پیغمبر و اهل بیت برداشت میشه اینه که مبنای فکری ارتباطاتتون رو اصلاح بکنید. شما بیاید این رو بذارید کنار، بگید که ما تو روایات داریم که همیشه عبادت نماز و روزه نیست. بله. یه قسم از عبادت فرمود اخون فی الله دیگه، دوستی کردن با مردم به خاطر خداست. آقا بقیه موارد بذاریم کنار، گاهی ماها به خاطر خدا باید با مردم زندگی کنیم، معاشرت کنیم. یک قسم قضیه است. اصلاح تفکر در ارتباطات. ما میخوایم با مردم ارتباط بگیریم به خاطر خدا. بعد چه روایاتی داریم از این که انشالله خدمتون عرض خواهم. انشاءالله. یاد یک کلام نورانی از وجود نازنینشون افتادم که فرمودن نزدیکترین شما به من در روز قیامت خوش اخلاق ترین شماست. کسی که با خانوادهش با مردم خوش اخلاق و خوش برخورد باشه. این نشون میده که چقدر روابط اجتماعی ما مهم هست که شما به درستی اشاره کردین. من یاد دوستا نکته دیگه هم افتادم. اگه اجازه بدید فاصله بگیریم، بعد دوستانمون برگردیم و بعد راجبش صحبت بکنیم. اجازه هست؟ فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب خیلی ممنونم از آقای حسین زاده به خاطر حسن سلیقه‌ای که به خرج دادن. آیه‌ای پخش شد که در واقع با توجه به این آیه و با الهام گرفتن از این آیه اصلا از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این کتاب شریف سنن النبی رو به رشته تحریر در آوردن و این موضوع رو هم در مقدمه فکر کنم اشاره میکنن. درسته؟ بله. در خدمتی مجاهد. سلامت. عرض کردیم که چند تا اصل باید تو ارتباطات رعایت بشه. یک اصلاح فکر بود که خود پیغمبر مکرم فرمودن انا ادیب الله تو همین کتابه. بله. فرمود من تربیت شده خدا هستم، خدا من رو تربیت کرده. تربیت الهی پیغمبر اینجوری بود که حضرت با همه رفیق بود، با مردم به خاطر خدا ارتباط داشت. یعنی اگر این نکته تو زندگیمون بیاد خیلی از دلخوری ها میره کنار دیگه. بله. دیگه من به خاطر خدا از خیلی از موارد چشم‌پوشی میکنم. این یک اصل. اصل دوم که باز هم از همین کتاب شریف میخوام خدمتون عرض بکنم اینه ما تو ارتباطاتمون و معاشرت هامون نیاز داریم به یک رکنی به نام مدارا. بله. پیغمبر میفرماید در این کتاب امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. همون جوری که خدا من رو به واجبات امر کرد همون قدر هم امر فرمود به مدارا کردن با مردم. واجبات مدارا کردن با مردم. هر چقدر امر شده به اون نسبت به پیغمبر
توجه به مردم، مدارا کردن با مردم هم پیغمبر فرمود اینقدر تأکید شد به من. ماها افرادی که باهاشون ارتباط داریم بعضی موقع ضعف دارن، ممکنه من یه ضعفی داشته باشم، طرف مقابلم یه ضعفی داشته باشه. معمولا معجزه آسا پیش میاد که دو نفر هیچ اختلافی با هم نداشته باشن، طبیعیه دیگه. مدارا کجا مطرح میشه؟ زمانی که یه ضعفی داره دیگه، طرف خدا نکرده بیمار شده، قلبش مریضه، پزشک بهش میگه شما باید با این قلب بسازی، باید باهاش مدارا بکنی، پله بالا نری، نمیدونم ندوی، غذای چرب نخور، باهاش بساز دیگه، جوش نخوری. آره، این یه ضعفی داره. آره. مدارا کردن با مردمم یعنی همین، یه جاهای نقطه ضعفی پیش میاد که ما باید با مردم مدارا بکنیم. همیشه همه چیز بر وفق مراد ما نیست. پیغمبر فرمود روز قیامت که میشه یه عده آدم هستن اینا اطراف عرش الهی مثل ماه شب 14 میدرخشن. بعد سوال میشه اینا کیان که همه وحشت زدن اینا خوشحالن، همه در جزع و فزعن اینا مشکلی ندارن. فرمود که ندا میرسه که اینایی که در امانن و الان دارید میبینید اینا کسایی هستن که به خاطر خدا با مردم رفاقتشون رو ادامه دادن. ما میخوایم با مردم زندگی بکنیم دیگه، با دوستامون، آشناهامون، خانوادهمون. یک اصل اساسی تو ارتباطات به فرموده پیغمبر در این کتاب مداراست. این کلمه مدارا خیلی بار معنایی داره، خیلی هم مصداق داره دیگه. به جهت اختصار ما همینقدر رو اشاره کردیم، انشاءالله عزیزان باز مراجعه بکنند و بیشتر مطالعه بفرمایند. یه اصل سومی هم هستش که باید ما رعایت بکنیم با دوستان، با مردم. فرمود ان اول ما نهانی عنه ربی عز وجل، اولین چیزی که خدای متعال من رو ازش نهی کرد، چند تا چیز رو پیغمبر فرمود. فرمود و ملاحات الرجال، ترک منازعه با مردم، درگیر نشدن، اختلافات رو دامن نزدن. فرمود اولین چیزی که خدا من رو ازش نهی کرد، من پیغمبر رو، فرمود با مردم منازعه نکن، درگیر نشو. متاسفانه زیاد دیده میشه که ماها دوست داریم یه موقع‌هایی با مردم کلکل کنیم دیگه، به قول خودمون. ترک منازعه، دعوا، جدل، این هم به انسان هیبت میده و هم دستور خداست. الا تنازعوا و تفشلوا. بله، این اگر که آدم بره اهل نزاع و نمیدونم درگیری و بگو مگو، طبق همین آیه آبروش میره، اون اباحتش از بین میره. ترک دعوا کردن با مردم. اگر ماها یه نکته رو متوجه بشیم، ببینید ما یه موقعی از یه شخصی آسیبی میبینیم، بله، یه نقصی میبینیم. این نقص یا علتش فراموشیه، یه چیزی یادش رفته ما ناراحت میشیم، یا جهل، نمیدونسته، اشتباه، یا عدم یادگیری، بلد نبوده چجوری برخورد کنه، بالاخره یه نقصی سر میزنه ازش. تو این خطاها دو طرف وجود داره، یک اون کسی که خطا میکنه، دو اون کسی که متوجه این خطا میشه و طرف مقابله. اینجا هر دو یه وظیفه‌ای داره طبق روایات. اونی که خطا میکنه دو تا وظیفه داره، یک روی خطای خودش پافشاری نکنه، آقا من یه اشتباهی کردم، حالا دیگه پافشاری نکنم رو اشتباهم، دیگه خطایی از من سر زده بعد میگم نه دیگه حرف مرد یکی، نه آقا، پافشاری بر اشتباه اون گناه و اون نقص رو دو برابر میکنه. دو، وقتی که فهمید اشتباه کرده چیکار کنه؟ عذرخواهی کنه. بله بله، اینم یه وظیفه است. بعضی اهل عذرخواهی نیستن، میگن حالا شد که شد. دو تا وظیفه متوجه کسیه که اشتباه کرده. درست. یک، پافشاری نکنه، دو، عذرخواهی کنه. دو تا وظیفه هم متوجه اون کسیه که نسبت بهش این اشتباه و نقصان اتفاق افتاده. یک، نزاع نکنه،
یعنی آقا اگر یه کسی در مقابل شما اشتباه کرد، حالا باهاش دعوا را ننداز، کوتاه بیا، نزاع بره کنار. دومین وظیفه در مقابل همون پذیرش عذره. حالا اومده عذرخواهی میکنه، عذرشو بپذیر. پیغمبر اینجوری بودن، فرمود لا یجفو علی احد، به هیچ کس پیغمبر جفا نمیکرد، ستم نمیکرد، بدی نمیکرد. یقبل معذرة المتعذر الیه، اگرم کسی عذر می آورد عذرشو میپذیرفت، قبول میکرد. یا رسول الله اشتباه شد، نمیدونستم، تکرار نمیشه، یا هر علت دیگه‌ای وجود داشت، این اشتباه از من سر زد. بعضی از ماها انقدر بعضی وقت متکبرانه برخورد می‌کنیم تا طرف کاملا ذلیل نشه، به پامون نیفته، نمیدونم هزار قسم آیه نیاره، راضی نمیشیم متاسفانه. بله، بعضی موقع‌ها باید کوتاه اومد. این حدیث عنوان بصری که حضرت امام صادق علیه السلام به عنوان فرمودن، اینم خوندنیه و جای بحث داره. اونجا یه جمله حضرت میفرماد به عنوان بصری، فرمود یکی از وظیفه‌هات اینه، اگر به یه آدمی برخورد کردی، بعضیا حرف حساب متوجه نمیشن، گفت ببین اگر یک کلمه بگی 10 تا میشنوی. خب الان با چیکار کنیم؟ بعضیا اینجوری ان دیگه، میگه آقا حواست باشه یه حرف بزنی 10 تا حرف بهت میزنن. آقا فرمود بدونی وظیفت چیه؟ شاید الان یه خورده ما دور باشیم از این فضا، ولی امام صادق اینو فرمود تو بهش بگو آقا اگه 10 تا بگی من یه دونه هم جوابتو نمیدم. عجب. یه خورده فاصله داریم نه؟ بله کاملا. آقا اگر 10 تا حرف بزنی من یه دونه هم جوابتو نمیدم. این رو کسانی به ما گفتن که فرموده پیغمبر انا ادیب الله، من خدا تربیتم، که این تربیت الهیه. حالا به هر میزان دور بشیم خودمون ضرر میکنیم. این نوع برخورد خود وجود نازنینشون چقدر غیر مسلمون ها رو مسلمون کرد. خیلی از یهودی ها رو مسلمون کرد این نوع کریمانه برخورد کردنشون. متاسفانه دوری ما از سیره پیغمبر به خودمون آسیب میزنه و ما خیلی کارا میتونیم بکنیم تو این عالم با این پیغمبر. عالم رو میتونیم بگیریم. اگر همونطور که حضرت رضا علیه السلام فرمود شما محاسن کلام ما رو به مردم بگید، مردم از ما تبعیت میکنن، ما هنر معرفی این ذوات مقدسه رو متاسفانه کمتر داریم. اگر ما بتونیم این پیغمبر رو بفهمیم، این دین رو بفهمیم، درک بکنیم، چی میگه این دین، برای چی اومده، فقط اومده گفته نماز بخون؟ قطعا این نیست. ما کلی دستورات داریم که به خودمون تو همین دنیا کمک میکنه، حالا آخرتش بمونه. اگر پیغمبر رو بشناسیم، پیغمبر رو بتونیم به عالم معرفی بکنیم، البته که الان میبینید این اتفاقاتی که رخ میده و نمیدونم به قرآن اهانت میکنن، به پیغمبر اهانت میکنن، مستکبرین عالم ضرر میکنن. خب هرچی پیغمبر بیشتر معرفی بشه، اینا فکر میکنن با آتیش زدن این کتاب شریف میتونن جلوی هدایت قرآن رو بگیرن، که اشتباه میکنن. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. خدا نور خودش رو عالمگیر میکنه و وعده هم داده این دین لیظهره علی الدین کله، همه عالم رو میگیره. خورده صبر کنید، این دین کاملیه، این دین آخرین دینه، همه عالم با مختصات این دین میتونه به سرافرازی برسه، به فلاح برسه. حالا من نقص دارم، نمیتونم دین رو بفهمم، نمیتونم دین رو معرفی بکنم، بعضی موقع با کج سلیقگی دیگران رو از دین زده هم میکنم. این که شما فرمودید پیغمبر چقدر با رفتارشون دیگران رو مسلمان کرد، شاید خیلیاش همین موارد کوچیک بوده، چیزای پیش پا افتاده. یه موقعی توقع از یه کسایی نمیره یه کارایی رو بکنن، ولی پیغمبر با مدارا با مردم، با فهم صحیح دین و عمل به دین، خیلی ها رو متوجه این ذات مقدس الهی کرد و خیلی ها به خودشون اومدن. همین که طرف هر روز میاد خاکستر میریزه رو سر پیغمبر، یه روز نمیاد بعد پیغمبر میره ایالتش و اون طرف کلا متحول میشه با همین رفتار. بله. این
داشتم قبل از این به این فکر میکردم، مثلا تو اون دوره انواع اقسام جهالت ها، تاریکی محض، اگر پیامبر رفتارشون انقدر جذاب و کریمانه و پر از رأفت و رحمت و مهربانی نبود، چجور میشد این انقلاب پا؟ که حتما این لازمه کار بوده بله. که وجود نازنین پیامبرم در اوج بودن، در اوج رحمتن، یعنی این عبارت که واقعا رحمتن للعالمین است نشون میده چقدر ایشون پر از نورانیت و معنویت و مهربانی. و خب حالا ان شاءالله در همین